فرهنگ شکار در پامیر و حفظ حیوانات وحشی چنین نام داشت فستیوال دوستداران طبیعت که به نزدیکی در دهه ویزدره ناحیه روشقلا برگزار گردید. سازمان دهندگان این اقدام ریاست حفظ محیط زیست ولایت، تشکیلات جمعیتی کوههای پامیر، مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه روشقلا، تشکیلات دهاتی ویزدره این ناحیه، پژوهشگاه گومانیتاری اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در همکاری با بنیاد کریستنسن و شرکت موبیلی مگافون تاجیکستان توانستند یک محفل بزرگ فرهنگی پرمضمون را به تماشابینان پیشکش نمایند. نخست به نمایندگی از نام مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه روشقلا و به حیث میزبان رئیس ناحیه یوسف سلطان نایابов جمع آمدگان را پذیرایی نمود. من برای پیشنهاد و تشکیل این چهاربینی مهم و تشکیلات جمعیتی کوههای پامیر، ریاست حفظ محیط زیست ولایت مختار کوهستان بدخشان، شعبه معارف ناحیه روشقلا در سیمای رهبران مؤسسه‌های تعلیمی و تمام مردم قشلاق ویزدره اظهار منتداری صمیمی نموده امیدوارم که این معرکه نجیب در بدخشان و تمام مناطق کوهستان به حکم عنعنه خواهد درآمد. فستیوال دوستداران طبیعت دیار و حیوانات وحشی یک امکانی گشت برای معرفی تحقیقات نامزد علم‌های تاریخ، روزنامه‌نگار و همزمان مسئول سازمان جمعیتی کوههای پامیر قربان علمشویو درباره فرهنگ کهن شکار در کوهستان پامیر. نامبرده هدف برگزاری فستیوال را شرح داده همزمان اثر تازه ایجاد خود را این طور معرفی نمود. دوستان عزیز، در چارچوب این برنامه یک کتاب پیدا شد با نشر رسمی با نام فرهنگ شکار در پامیر که هرچند من خودم را مؤلف اون میگه ولی من مؤلف اون نیستم. مؤلف این کتاب خلق است، خلق پامیر، چون من این چیزا جمع‌آوری و این دانش‌های مردمی است در اینجا. من فقط اون را جمع‌آوری کرده با یک استراکچور در آوردم. شکار یکی از شغل‌های کهن و کلیدی مسکونان کوهستان بدخشان به حساب رفته. همزمان عنعنات گوناگون که همبستگی انسان و طبیعت را نشان می‌دهند در خود تجسم می‌نماید. در کوهستان بدخشان با سرودهای پزمانی یا در گیلک پذیرایی نمودن عزیزان دل از راه دور یا از کارزار بزرگ از قدیم الایام عنعنه‌ای بود که خوشبختانه تا به حال هم از بین نرفته است. چنین ابیات از پس صیاد یا شکارچی نیز سروده می‌شدند که کاملا موضوع راز و نیاز به شکارچی را در بر می‌گرفتند.
نخچیر گوچی تزاکتر تز تمت برک و مثله نخچیر گوچی تپالندیر تنیک تیر پار چگارندیر تنیک تیر پار چگارندیر. شکارچیان پامیر را عادتاً لازم می آمد که از پی دریافت صید انیخترش بز و گوسفندان کوهی چند شبانه روز را در کوهها پشت سر کنند. طوری یک نفر از شکارچیان جوان گفت: عادتاً شکارچیان حقیقی برای شکار چنین نموده با ششگاه را استفاده میبرند که این با نام شبارگاه، یعنی معنای کلمه شبارگاه شب را، یعنی معنای بردن شب را دارد. یعنی در اینجا شکارچیان شب را روز میکنند و سحری بر وقت، یعنی پیش از سفیددن به شکار میبروند و هنگام شکار باید یعنی همین آلات شکار شونده باید حفظ کرده شود. از بالای کمان خود باید شکارچی نگذرد. وقتی که اگر شکار با برار انجام می‌یابد باید از بالای همان گوشت حیوان شکار کننده شده نگذرد و آن را باید همچون یک گنج بی‌بها یعنی قدردانی کردن در کار است. نخستین سلاح تیراندازی مردم پامیر شاید تنگکمان یا با عباره معمول کمان بود که چنین شکل داشت. با مرور زمان یراق تیراندازی تکمیل یافته در عصر 15-16 یراق آتشفشان پیدا گشت. در پامیر آن به نام تن مشهور است که از کلمه تغییر یافته تین یا چین است. آن را پیلتا تن نیز مینامند، زیرا با گیراندن پیلتا باروت را در میگیرانند و تیر از میل سلاح تیله میخورد. با چنین سلاح شکارچیان قدیم به شکار میبرآمدند. در تصور مردم آری نژاد نخچیران مقدس حسابیده میشدند. شکارچی حق معنوی نداشت که در یک شکار زیاده از 3 سر حیوان حلال وحشی را شکار نماید. بعد هر شکاری با برار شکارچی برایش در شرایط طبیعت وحشی از گوشت صید غذای تیار می نمود که آن را مردم صید کباب یا ژیر کباب یعنی کباب روی سنگ می گفتند. این خوراک با نام کباب شکارچی نیز معمول است. در فستیوال به مهمانان یک نفر از شکارچیان محلی صنعت تیار نمودن سنگ کباب را نشان داد. شکار نخستین شغل انسانی در روی زمین بوده قبل از کشاورزی پیدا شده است. مسلم است که آدمان دوره ابتدایی با آلات دسترس چوب و سنگ دستجمانه به شکار می برآمدند. هنرنمایی اعضایان کلوب بچگانه امید شهر خاروخ این صحنه را خیلی خوب برای تماشابینان نمایش داد. یک نفر از طالب علمان مکتب دهه ویزدره فروغ عزیزова از فولکلور قرغیزان مسکون ناحیه مرغاب قصه را برای حاضرین قرائت کرد. در این قصه نخچیران به خندق‌های برایشان کنده گشته افتیده هلاک گشتند. این مکان نام گورتوزک را یعنی گور آهوان گرفت و این قصه حزن‌انگیز تا زمان ما رسیده است. یکی از صحنه‌چه‌ها به برخورد شکارچی و عقاب بخشیده شد. ریزاکاران دهه ویزدره از روی شعر عقاب ناصر خسرو لحظه‌های جالبی را روی صحنه آوردند. در آن تکبر در نقش عقاب و از تیر جانسوز شکارچی به هلاکت رسیدن آن تصویر گشت. روزی ز سری سنگ عقاب به هوا خواست، از بحر طمع بال و پری خویش بیاراست. بر راسته بال نظر کرد و چنین گفت: امروز
اما روی زمین زیر پری ماست. در اوج بگیرم بپرم از نظریشه، ببینم اگر ذره اندر تگ دریاست. گر بر سر خاشو یک بر شب جنبد، جنبیدن آن بشه عیان در نظری ماست. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید. بینگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانه، تیره ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمده آن تیر جگردوز، از ابر مره را بر روی خاک فرو کاست. بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی، وانگاه پری خویش کشید از چپ و از راست. گفتا عجب است این ز چوب است و ز آهن، این تیز و تندی بریدنش ز کجا است. фестивали дӯстдорони табиат ва ҳайвоноти ваҳшӣ вилоят нахустин маҳфили бузурге буд, ки таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба бойгариҳои табиии мо ҷалб мекард. мулкамон назаралиев, сардори раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, муҳаббат ба табиатро با مهر فرزندی با مادر برابر ارزیابی نمود. زیبایی طبیعت یکی از بارگاه اصلی ما میباشد. یک هدف ما از تجدید چنین فستیوال جلب کردن توریستی اکولوژی به منطقه‌مون که میتواند در آینده قابل بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی محلمان باشد. در فستیوال نماینده تشکیلات بین‌المللی پانترا نوزر آشورов دقت حاضرین را به حفظ یکی از حیوانات نادرترین وحشی پامیر آزاده پلنگ یا خود پلنگ برفی جلب نمود که پامیر مکان زیست آن محسوب می شود. او این پلنگ را بزرگترین دارایی ولایتمان نامید. خلیفه دهه ویزدره صادق دوست باشد اوید حفاظت حیوانها از نگاه اسلام حرف زده گفت که تمام مخلوقات زنده حق زندگی کردن دارند و این حقوق آنها باید از جانب انسان تامین گردد. برآمد شکارچیان کهنسال هم به حفظ عالم نباتات و حیوانات بخشیده شد. یک نفر از آنها بابای دولتبک شکارچی اولادی اسباب و ابزار شکار قدیمه را معرفی نمود. این اسباب شکارچی ما، اینا ما کمر میگوییم. کمر این برای داشتن اسباب های احتیاطی. اینجا دارو پرخ انا در همینجا میگذاریم. با همین داروی زیادی در همین خلطه میکنیم و در کمر میاندازیم. بعد از انداختن کمر ما دارو در اینجا پر میکنیم. بعد این برای تیر از اینجا تیر میگیریم. اول دارو در درون کمان میریزیم. بعد از ریختن دارو تیر میگیریم. از بالا پر میشه و تیر اونجا ماندیم و بعد در اینجا دارو است. این دارو باز برای از پلو و یک سوراخی داره دکچخه میگوییم. در آنجا میریزیم و بعد برای تیر انداختن از همین اسباب فایده میبریم. این تخماق میگویند. این تخماق این سنگ مرمر
این از اینا ما خاف میگوییم. خاف اینا تیار میکنن از تنه کمول و کمتر میسونند بعد کار قسطازه میکنند و خاف میکنه. خاف همه سنگ میگیریم و بعد برای برآوردن آتش انا با من سنگ میزنیم. این کمی تر شده است بارندگی. بعد که این در گرفت با پلتا و بعد کمون نداریم با کمون بعد تیر انداختیم. انا این حسابه اما برای همینه. در قدیم الایام تا آن دمی که گوگرد اختراع نگشت آتش را با راه‌های گوناگون از جمله با به هم زدن سنگ چقماق و آهن در می‌گیراندند. در فستیوال دوستداران طبیعت و حیوانات وحشی با راه تشکیل مسابقه این حکمت مردمی نیز یادآوری شد. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در گذشته نه چندان دور تعداد بزهای کوهی، بز پرمشاخ و گوسفندان کوهی بسیار زیاد بود. از روی گفت پیران دهه ویزدره ناحیه راشقله در دامن کوه در نزدیکی دهه بزهای کوهی را که به میلان چرا می نمودند دیدن ممکن بود. در روشنایی صبح بر وقت آنها مثل مصوره بالای سنگ می تافتند. پتروگلیف ها یا نگاره های روی سنگی که منظره های گوناگون را نشان می دهند نمونه از نخستین صنعت تصویری انسانیت می باشند. کسب اولین مردم پامیر یعنی شکار در نقش های روی سنگی دره ها تجسم یافتند که بیشترشان در هزار ساله های پیش از میلاد طبق سنگ نوک‌تیز بالای سنگ هموار حکاکی شدند. یک چند نفر شکارچیان مهمان فستیوال در کشیدن نقش ها در روی سنگ ها هنر خویش را نشان دادند. اثر شکار قدیمه و مناسبت کوهستانیان با این کس که روز ده آنها بود در مزار یا آستانهای بیشمار پامیر نیز تجسم خویش را پیدا کرده است. در سرتاسر بدخشان بالای آستانها شاخهای زیاد گوسفندان کوهی و نخچیران را دیدن ممکن است که شکارچیان پیشین گذاشتند. معنای این رسوم را یکی از دانندگان عرف و عادت قدیمه مردم پامیر یادگار چنین شرح می‌دهد. تقریبا در همه جایهای مقدس و مخصوصا مزارهای بدخشان شاخهای آوا و بوزهای کوهی را دیدن ممکن است. شاخهای آوا و بوزهای کوهی در اکثر مزارها معمولند و در اکثر جایهای مقدس به نشان می‌رسند. مضمون اساسی این شاخها از زمین عبارت است که هر یک شخصی که نو به شکار سر می‌کرد و شکارچی شدن می‌خواست می‌رفت صید یکمی که به دام می‌افتاند یعنی به نشان می‌گرفت صید یکمش را آورده در مزارها و در جایهای مقدس به تمام خلق همچون خدای خوراک کردن میداد و بعد از آن این شاخ را از دست خود در مزارها همچون یادگاری میگذاشت و مراد و مقصد این شخص از آن عبارت بود که این مزار و این جای مقدس مرا همچون شکارچی به خود قبول نماید و من شکارچی بهترین آینده شوم. در جریان فستیوال معلوم گردید که رسم و رسوم شکاری با خانه عرفی مردم پامیر نیز همبستگی دارد. بخصوص با یک جزئیات آن که بوچکاهیج یعنی بوزاویز نام دارد. میگوید یک نفر از دانندگان عنعنات مردمی قاسم شاه آخانیازد. وقتی که شکارچی همان صیدش به خانه می در آورد در بوچکاهیج آویزان میکرد و پوست میکرد. استخوان نخچیر است و پیشتر یک سنت قدیمه وابسته به شکار بود. اگر با چرم یعنی با رشته چرمین از مابین استخوان در آورده به بوچکاهیج بندند، این یکی از سنت های قدیمه که در شکار کشایش و برای کار پیدا می شود. در خانه عرفی پامیری همچنین نمونه ها از فولکلور شکاری به مهمانان نشان داده شد.
фестивали дӯстдорони табиат дар баробари расму русуми шикори маскунони Помир бозиҳои гуногунеро ба ҷамъомадагон нишон дод, ки бархеашон рӯ ба нестӣ оварданд. инҳо сангчабозӣ, лағжбозӣ, пайконандозӣ ва ғайраҳо ҳастанд. як сол қабл ташкилоти ҷамъиятии кӯҳҳои Помир дар ҳамкорӣ бо раёсатҳои маориф ва ҳифзи муҳити зисти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озмуни иншои беҳтарин ва расми беҳтарин дар ноҳияҳои Рошқалъа, Рӯшон, Ишкошин ва Мурғоб дар мавзӯи ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ эълон намуд. натиҷаи он дар фестивал ҷамъбаст гашта, беҳтарин хонандагон бо дастгоҳҳои ҷадиди аксбардории рақамӣ мукофотонида шуданд. дар ҳар чаҳор ноҳияи номбурда клубҳои дӯстдорони ҳайвоноти ваҳшӣ таъсис шуданд, ки аъзоёни он низ аз тӯҳфа бенасиб намонданд. викторинае ки ризокорони деҳаи вездараи ноҳияи Рошқалъа ташкил намуданд, таваҷҷӯҳи ҳамаи иштирокчиёни фестивалро ба хеш ҷалб кард. аз онҳо дархост карда шуд, ки ба саволҳо оиди тарзи шикори одилонаи қадима ҷавоб диҳанд. соҳибони ҷавобҳои дуруст бо мукофотҳои молӣ қадрдонӣ гаштанд. шикор дар баробари ҳаёти иқтисодии иҷтимоӣ ба фарҳанги мардум ҳам бетаъсир намонд. сурудҳои зиёде дар Помир садо медиҳанд, ки қаҳрамононашон шикорчӣ ва сайд мебошанд. онҳо дар иҷрои санъаткорони хонаи фарҳанги ноҳияи Рошқалъа ва ҳаваскорони деҳаи вездараи ҷамоати деҳоти вездара хуш садо доданд. چیندم گل زباغه نچیندن که فایده رفتم با باغ باره تماشا چه فایده چیندم گل زباغه نچیندن چه فایده ها به دشت میره و دونه میزند سیاد به وقوف دویدن چه فایده رفتم با باغ باره تماشا چه فایده چیندم گل زباغه نچیندن چه فایده شرب زباد مرگ رسیدن چه فایده رفتم با باغ باره تماشا چه فایده چیندم گل زباغه نچیندن چه فایده گفتو کریم را با غلامی قبول گفتا غلام پیره خریدن چه فایده رفتم با باغ باره تماشا چه فایده چیندم گل زباغه نچیندن چه فایده سوی شکاری با شهری خراب توسته بسارا چه میروی سوی شکار با ترانا چه میروی شهر خراب توسته بسارا چه میروی گر میروی بشر
سیده فتده بدن یانجا مرا گذاشه و تنها چه میرویه سوی شکار با ترانا چه میروی شار خراب توسته بسارا چه میروی به سگ نمیرونده فکرم بغاز مثل شما سگی توی ما تو به ما چه میرویه سوی شکار با ترانا چه میروی شار خراب توسته بسارا چه میروی چون یار وعده کرد هلالی با قتل توی آیوه میکشد تو باره تقضا چه میرویه سوی شکار با ترانا چه میروی شار خراب توسته بسارا چه میروی هاوی مسته واو برمسته هاوی مسته آو برمسته هاوی مسته واو برمسته هاوی مسته آو برمسته در قلعه بر پنجه یک دخترک استه هاوی مسته آو برمسته گردی سری گشتم و خورترک استه هاوی مسته آو برمسته با پدر و با مادر توجی کرد و مایه هاوی مسته آو برمسته با قسمتیت با مادیت بهترک استه هاوی مسته آو برمسته از قلعه بر آمدم سبم سری دسته هاوی مسته آو برمسته با سبی تو عاشقام بر خال تو مسته هاوی مسته آو برمسته کرتای زیتونه با خال تو مسته هاوی مسته آو برمسته نه قوت دل دارم نه حرکت دسته هاوی مسته آو برمسته هاوی مسته آهو برمسته هاوی مسته آو برمسته هاوی مسته آهو برمسته هاوی مسته آو برمسته هاوی مسته آهو برمسته ما 5 برادریم یک بابای پیر
هر پنج کمان داره هر پنج مان تیر در آب شناورم در کون اخچیر در جنگ بهادرم در مرگ اسیر ای دلک من لیلا خوش دلک من شیدا خبر نداری شیر از دلک منه از خانه برآمدی تو بازی بازی گشتی هدفی تیر سگانی تازی تیره باشد قشنگ کمان سازی بر سینه ظالمان تو تیر اندازی ای دلکی من لیلا خوش دلکی من شیدا خبر نداری شیرین از دلکی منه Pomir tu girata tu kuninte tafahrom Givdojas avitut kamuninte tafahrom Kuzat khatsata setat toyotsar kabul Muchhoch venom tu hosetuninte tafahrom Muchhoch venom tu hosetuninte tafahrom Omolkte mashnozam Vigozen arshozam Kuyat khatarozam Sukhan tapardozam Khozai karbozam Abad kho barvozam Bisar ziyangarat Balan kho havozam Buchen tamash poyam Balangar takozam Khuchi tavamozam Safe khub bekhwozam Watan te mashnozam Watan te mashnozam Watan te mashnozam Watan te mashnozam Pomer tu khatsenteum amicha tukhna Nistach gabi khair tu kuyat pokhta نخچیر گوجک خونه قطیر گل خورده ماجوز بدم تیچنگ قطیر ای گفنا ماجوز بدم تیچنگ قطیر ای گفنا خمولک تماش نازم
ویگازنر جازم کویت خطر رازم سخن پردازم خدای کربازم آباد خو بروازم به سر زیانگارم بلند خو آوازم بچین تماش پایم ملنگر تکازم خوچی تبامازم صفه خو بخوازم وطن تماش نازم وطن تماش نازم وطن تماش نازم وطن تماش نازم آزاد پلنگ شای میکوید میمکن سوز عاشق و غضب خلقین جهان پختند وزد و مخت چوپان پریه از لطف خدا جواری فک درمون از لطف خدا جواری فک درمون خو ملک تماش نازم ویگازنر جازم کویت خطر رازم سخن پردازم خدای کربازم آباد خو بروازم به سر زیانگارت بلند خو آوازم بچین تماش پایم ملنگر تکازم خوچی تبامازم صفه خو بخوازم وطن تماش نازم 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 وطن تماش نازم